سلام. تقریبا همین روزها ولی 20 سال پیش توی حکومت آخوندی یه نقشه مسیر زدن که 20 سال بعد تو آبان 404 کجاییم و چه خواهیم شد. اسم این سند رو هم گذاشتن چشمانداز 20 ساله. اون موقع اومدیم یه چشمانداز 20 ساله برای کشور نوشتیم که از 1384 باید آغاز میشد تا سال 1404 میشه 20 سال. برای اینکه گفتیم مشخص باشه که این برنامه ها در چشمانداز 1404 بعد از 20 سال ما رو کجا خواهند برد. پس 20 سال پیش سیدعلی از پشت منقل بلند شده و در همون عالم هپروتی و تو فضا و اینا یه سند منتشر کرد که در افق 1404 بعد از 20 سال باید نظامش توسعه یافته بشه، با جایگاه اول اقتصادی، علمی، فناوری در سطح منطقه، بعد الهام بخش در روابط بین الملل، بعد دونونه با نوشابه اینا. امضا سیدعلی خامنه ای. این دستور رو اون موقع صادر کرد. حالا بعد از این فلاش بک برمیگردیم به امروز. ایران امروز رو که نگاه میکنیم یه ایران داریم که مردم دارن توش زندگی میکنن که وضعشون اینه. با این ملت چیکار کردیم؟ نشستیم بر ریش مردم مخندین و مخوریم. امروز رفتم 4 تا حلب ایرانی بگیرم، خب شده 26 میلیون. من کارگر از کجا بیارم؟ اما اون بیناموسی که به قول 30 تا کشتی داره اینا رو از کجا آورده؟ هیچی نداره. اما این بی‌وجدانا 2 روز میان سر کار همه چی دارن. اینا تا کی میخوان دزدی کنن؟ بله، یه ایران داریم مال کارگران و کارمندان و پرستاران و بازنشستگان و کسبه خرد و کشاورزان و که همینی که داریم میبینیم. ولی از نگاه حکومتی ها و نونخورها و پاچه‌خوارهای ولایت الان اونا تو اوج اقتدارن، همه چی گل و بلبله، بین 5 قدرت جهانن و توی نانو چندمن و وضع خیلی خوبه. اینجوریه دیگه، درسته؟ و از یه طرف فشارهای اقتصادی امروز متاسفانه در کشور ما مسئله فشار اقتصادی اقتصاد خانواده ها رو کاملا متأثر کرده. سفره مردم کوچیک شده، درآمدها و هزینه ها نمیرسد، زندگی ها با وضع گرانی و نرخ اجناس قابل تأمین شدن نیست. فشار به زندگی مردم داره میاد. مردمی که اینقدر تحت فشار از نظر زندگی باشن و روز به روز برای فشار افزوده بشود، طبیعی است دیگه این مردم یه روز میبرن دست از این نظام میکشن. چی شد؟ این بوفالو که سینه چاک ولایت بود که اینم داره غر میزنه که اوضاع اینقدر خرابه که حتی این پامنبریاش هم یه روزی از نظام میبرن. مگه شما نمیگفتید که نظام داره توی دست آورداش غرق میشه؟ دوستان، معلم آمادگی دفاعی مزخرفمون 2 هفته وقت داده درباره دستاوردهای حکومت اهم یه تحقیق 8 صفحه‌ای بنویسید. تو آخه مردی که تو اگه 100 سالم وقت بدی من 2 خط از اینا نمیتونم پر کنم، چه برسه 8 صفحه. میگفتی راجع به فسادش بنویس، من 100 صفحه برات پر میکردم. خب حالا اگر دستاوردی نبوده، شاید پول نداشتن، شاید نفت نداشتن، شاید گاز نداشتن. دستاورد پول میخواد دیگه. وقتی که وجود نداره دیگه چشش بندازی. من منطقی میگم که منطقی بفهمیم. این پولا وجود داره. چرا میگم وجود داره؟ برای اینکه اگر این پولا وجود نداشت چجوری یه کسی میتونه 3000 میلیارد تومان اختلاس کنه؟ چجوری کسی میتونه 7000 میلیارد تومان اختلاس کنه؟ پس پول وجود داره، ثروت وجود داره. چون درست توزیع نمیشه اتفاقا اختلاس به وجود آورده، رانت به وجود آورده. پول داره میاد و داره تباه میشه، میره اختلاس 8000 تایی میشه، میره 15000 تایی میشه. اختلاس 8000 میلیاردی چی بوده؟ دیگه ما که بیشتر از این 92 رقم داریم و یه کسایی داریم مثل نمیدونم آقای ایکس که الان اسمش داره در میاد، آقای ایگرک که به حال تو بازار داره میچرخه، بانکی که دیگه یک دفعه‌ای با عددهای عجیب و غریب ورشکسته اعلام میشه. اینا همه پولای این کشوره. پس پول بوده، ولی توی این برنامه رفت دست یه عده مختلس و آقازاده و اینا. ولی از حق نگذریم، توی این چند ساله چند تا رکورد اساسی هم زدن. ارز 3500 تومان سال 96 بوده. تو 7 سال ما 35 برابر ارزمون قیمتش بالا رفته، یعنی سالانه 5 برابر. ما سالی 500% تورم داشتیم. ما رکورد زدیم.
طبعا با این سرعت که تورم داره شتاب میگیره، ارزش پول ملی هم میشه این دیگه. 6 میلیارد ریال، وجه رایج مملکت، حسابی است با 50 گرم طلا. نوشته بود چی؟ با این برنامه بعد از 20 سال جایگاه اول اقتصادی در منطقه. خب هنوز یک کم فاصله داره فکر کنم. با این افزایش قیمت ارز که یک جنایته، واقعا امروز یک جنایته، ارز 120 تومانی یک جنایته علیه مردم مملکت، یک جنایت علیه امنیت ملیه، یک جنایت برای براندازی نظام سیاسی. این که میگه جنایته یعنی با این دستفرمون که دارن میرن تا الان چه اتفاقی افتاده؟ ما الان نزدیک 26 میلیون نفر فقیر داریم، دچار فقر مطلق داریم که نزدیک 30% جمعیت کشور رو شامل میشه. از متوسطهای دنیا الان تقریبا بالاتریم. حدود 4 میلیون نفر فقر شدید داریم، یعنی کسایی که در واقع کل درآمدشون کفاف فقط غذاشون رو هم نمیده متاسفانه. خب حکومت این وسط چه نقشی داره؟ اقدامی، حرکتی، کاری نکرده؟ سر سوزنی در این کشور از غارت سازمان یافته حاکمیت علیه مردم دست بر نداشتن. یک سر سوزنی رحم نکردن به ملت. حکومت همه اجزایش، چپ و راست هم نداره، اصلاح طلب و اصولگرا، کاملا فراجناحی، کاملا فراجناحی. یعنی با اینکه ما شرکت سهامی غارت ملت ایران رو تشکیل دادیم و با تمام قوا در این سالها کار کرده، با سیستمتم، با حکومتتم، با دولتتم. دولتت یا دوزیه نیست، دولت شما سلطنت، دولت من یا دوزیه نیست، خب یا غارتگریه نیست. هیچ ربطی به این که تحت تحریم هست یا نیست نداره. حکمرانیمون حکمرانی ظالمانه و غارتگرانه شده. فرار سرمایه در سال 94 و 95 که سالهای برجامی بوده بیشترین مقدارش اتفاق افتاده، جمعاً 40 میلیارد دلار. الان هم میدونید سال 20 میلیارد دلار ما فرار سرمایه داریم. اینا ربطی به تحریم نداره. همین دیروز یه آماری منتشر شد که در سالهای اخیر جمعاً حدود 100 میلیارد دلار از صادرات غیر نفتی ایران رفته بیرون و برنگشته داخل. آقا با هر مقیاسی حساب کنید 100 میلیارد دلار تو 5 6 سال خیلیه. غارت ملیه. 100 میلیارد که دیگه 2010 نیست، پول درشته. میدونی چند میلیون نفر رو میشه باش سیر کرد؟ چند تا خونه میشه باش درست کرد؟ حالا این پولایی که بر نمیگرده کجا میره؟ بنده پیگیر 20 تا 30 میلیارد دلار پولی بودم که در سوریه هزینه شده بود. اینو تبدیل به سند کردم. نخست وزیر آقای بشار اسد و وزیر خارجه آقای جولانی هر دو اومدن حرف منو تایید کردن که ایران 30 میلیارد دلار طلب داره از سوریه. غارت حکومتی هم تو این نظام فقط یه جور دو جور که نیست. اینا 100 مدلشو بلدن که چجوری پول ملت رو بچاپن. مثلا یه نمونهش اینه که بانک خودش شرکت درست میکنه، بعد با همون شرکت خودش تسهیلات میده. خب ما تو بررسی هایی که انجام داده بودیم میدیدیم بانک ها خودشون ذیل خودشون شرکت هایی رو تأسیس میکردن. یعنی در واقع مثلا فلان بانک ذیلش یه شرکتی داشت، اون شرکت با ذیل خودش یه شرکتی داشت، اون شرکت با ذیلش یه شرکتی داشت که در واقع عموما هم این شرکت های کاغذی و اسمی بودن و واقعیتی نداشتن. میبینیم اون شرکت دست سوم یا دست چهارم میومد از این بانک که در واقع خود بانک هم بود، میومد از بانک تقاضای تسهیلات میکرد. خب با سرعتی هم مسیر دادن تسهیلات طی میشد و به اینا تسهیلات میداد. تسهیلات به کی میداد؟ بانک در واقع به خودش تسهیلات میداد. یکی دیگه از قلق‌های چاپیدن و اختلاس و غارت تو این حکومت اینه که هر کی وارد این بازی میشه باید به مراجع حکومتی توی اون محل یه سلامی برسونه و دمشون رو ببینه. اینجوری کار ردیف میشه. آقای ریختگران یه حدود 2000 میلیارد تومان از پتروشیمی اصفهان خارج کرده. حالا مثلا اوایل دهه 90 این قصه ها. مدیر عامل وقت پتروشیمی اصفهان در واقع جلسه داشتم، اونم نسبت سهامدارش طوری بود که این تو تیم اون ریختگران نبود، یعنی در واقع از یکی سهامدار اومده بود، می‌خواست پولا رو پس بگیره، زورش نمیرسید. میگه از دفتر 3 تا مرجع تقلید در واقع به من زنگ میزنن و مکاتبه و فلان و اینا که چرا انقدر آقای ریختگران اذیت میکنه. من بر خودم خب خیلی کنجکاو شدم اصلا در واقع چیه قصه، یعنی نسبت‌ها رابطه‌ها چه شکلیه. یادم اون موقع در واقع رفتیم رو
موضوع ذره عمیق شدیم که کی زنگ میزنه دقیقاً، چی میگه و غیره، تهش رسیدیم به یه آدمی، یک طلبه کارچاخونی که اینا رو ور می‌داره. اصلا کارش اینه، این تیپ آدما رو ور می‌داره میبره پیش مراجع، میگه آقای تولید کننده و کارآفرین اومده میخواد وجوهات بده. بعضیشون هم خیلی رو همینجوری جلوی دوربین میگه حالا که همه دارن میشاپن پس 30 میلیارد هم سهم ما، چون خودش میدونه که تو این کلاس این پولا پول خوردشون هم نیست. الان نمازخونه ما رو دیدید، واقعا در شأن دانشگاه نیست. واقعا حضرت علی هم نگاه بلندی دارید، غرب میرید شرق میرید، خدمات شما رو داریم ما میبینیم. یعنی مردم تازه طعم شیرین جمهوری اسلامی رو بعد از سالهای سال دارن میچشن، استشمام میکنن. من عرضم اینه که اینجا باید در خور شأن یه مسجد داشته باشیم. حالا ما 1000 متر در نظر گرفتیم، ما 1000 متر رو میکنیم 500 متر. چند طبقه؟ 500 متر. دور تا دورش آقای دکتر، دور تا دورش مجتمع فرهنگی میشه، همش که مسجد نیست. مجتمع فرهنگی میشه، قانون‌ها، تشکل‌ها. نه 25 میلیارد 30 میلیارد دکتر جواب میده. 25 میلیارد دکتر جواب میده. اینم از آخوند بساز بفروش. خیلی روشش هم ساده است. شما که خدماتتون به همه جا میرسه، حاج آقا یه 30 میلیارد هم به ما برسه. اولش هم میگه مسجد، میبینیم مخاطبش راضی نمیکنه، هی بهش اضافه میکنه. مجتمع فرهنگی هم میزنیم که خلاصه مشتری شی. تازه تخفیف هم میده، از 1000 متر اومدیم رو 500 متر، حالا دیگه 30 میلیارد رو بده. ولی اینکه یه سری پول بچاپن و ماشین شاسی بلند و لوکس برونن و توی برج و پنت هاوس بشینن ولی اکثریت جامعه دنبال نون شب بدوئن، اصلا چیز عجیبی نیست تو این حکومت، چون از اول هم قرار بوده که همین شکلی باشه. رفتیم قم، اوایل 58 بود، تازه قرار بود انتخابات مجلس خبرگان برای قانون اساسی انجام بشه. رفتیم ملاقات امام و خب یک بخشنامه‌ای که آدم هموفر عباسی بخشنامه رو خون که اون بخشنامه گفتیم ما خواستار ارتش بی طبقه توحیدی هستیم، اخراج همه طاغوتی‌ها، اسلامی کردن ارتش. اونو امام صحبتی کردن اصلا انگار نه انگار که مخاطبشون این همه پرسنل نیرو هوایی که تو انقلاب نقش داشته اومده. تاکیدشون این بود که برید تلاش کنید انتخابات خوب برگزار بشه، ما باید قانون اساسی داشته باشیم. یه جمله هم گفتم که خیلی به ما برخورد، مثلا جامعه بی طبقه جامعه حیوانات است، جامعه انسانی طبقات دارد. خیلی برای ما سنگین بود. یعنی از اول بنا بوده که اختلاف طبقاتی باشه. تفکر حاکم همینه. یعنی این تفکر هم مال یه باند خاص نیستا. هر کسی که توی این شرکت سهامی غارت پست میگیره و میاد توی قدرت میدونه که الان فرصتشه و تا پنجرش بازه باید دست کنه تو جیب مردم. شهردار شد. یکی از دوستان اطلاعات سپاه به من گفت آقای طباطبایی یه پیغام برای نجفی میبری؟ گفتم بله. من رفتم پیش نجفی گفتم که آقای دکتر اطلاعات سپاه میگه که شما ما موافق نبودیم شهردار بشین، حالا شدیم، به گذشته کاری نداشته باشین، نگاهتون به آینده باشه. گفت من چطور میتونم به گذشته کاری نداشته باشم؟ شهرداری 60,000 میلیارد تومان بدهی داره، من باید این از مردم بگیرم، باید بدونم این کجا رفته. گفتم آقای دکتر از وقتی روحانی اومد رئیس جمهور شد رو سپاه قدس فشار اومد، قالیباف از منابع شهرداری به سپاه قدس داد. گفت خب اینو رسما اعلام کنن، من میرم خدمت مقام رهبری میگم آقا هزینه‌های سپاه قدس که شهرداری تهران نباید بده، بگین از ستاد اجرایی از بنیاد مستضعفان از آستان قدرت جاهای دیگه بپردازن. گفتم آقای نجفی به هر جهت این تهدیدیه که پیغامش من برای شما میارم. شورای شهرم 11 تا پرونده با این تخلفات داد به دستگاه قضایی، هیچ خبری ازش نداریم. اونجا مشخص شد از این پولی که از شهرداری رفته 10-20,000 میلیارد تومانش گم شده و به جایی هم نرسید اون پرونده ساز. البته اینکه هی از جیب ملت بالا بکشی و هی زندگی لاکچری برای خودت و آقازاده‌هات راه بندازی و پول بریزی تو پروژه اتمی و نیابتی و موشکی و اینور و اونور، ولی از اون طرف یه ملتی رو فقیر کنی، اینم آخر و عاقبت خوشی نداره برای ولی فقیه. از کجا بترسیم؟ از داخل بترسیم. از داخل از چی بترسیم؟ از سختی معیشت مردم بترسیم. از سختی معیشت مردم بترسیم و بترسیم. ما توی پیچ تاریخی هستیم. خب قاعدتاً پیچ تاریخی مثل پیچ مثلا جاده ها و اینا یه لحظه که نیست، یا میبینی یه تاریخه. توی این پیچ تاریخی وقتی الان نگاه میکنیم حالا بیرون تکلیفمون معلومه، اصلا شما گیری نداری، اون مسئله نیست، گیر اصلی درونه و ما از درون میخوریم، ما از بیرون هیچ وقت شکست نمیخوریم. اگر شکستی بخوریم، اما اگر قرار باشه یه موقعی اتفاق بیفته از درونه.
این ترس و نگرانی از اتفاقات درون بی‌دلیل هم نیست، چون خبرهایی که از گوش و کنار کشور میاد حکایت از روزهای سختی برای آخوندها داره. این یکی از همون شعارهاییه که همشون ازش میترسن، چون این جنگ همون جنگ اصلیه. وقت بخیر و خدا نگهدار.